پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد فرق بین ما و اونا نمازه. فمن ترکها فقط کفر. فرق ما و کافرها نمازه. کسی که نماز خون مسلمونه، کسی که نخون کافره. عزیز من، فرق اسلام و کافر است همونطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید. نماز کسی که خون مسلمونه، کسی که نخون مسلمون نیست. مسلمون نیست یعنی چی؟ یعنی تو قبرستان مسلمون ها دفن نمیشه، یعنی اینی که نمیتونه زن مسلمون بگیره، زنش اگر مسلمونه خودش نماز نمیخونه یا زنه نماز نمیخونه اصلا بینشون نکاحی وجود نداره. آقا علما چون این گفتن. عزیز الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. عزیزان ببینید، از ابتدای کار دعوت اسلام وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت اسلامی رو شروع کردند و دعوت زیر زمینی بود، از همون لحظه نماز چی بود؟ نماز جماعت. صحابه می اومدن خونه های تیمی تشکیل می دادن، تو اون نماز جماعت می خوندن، می رفتن توی صحرا، توی دره ها، در اونجا نماز جماعت می خوندن. اصل نماز بر جماعت هست. حالا شما هر جایی هستید، تو شهرتون مسجد هست نیست، مسجد دور نزدیک، هر جایی هستید نماز جماعت خونده میشه. ورکعوا مع الراکعین، نماز بخونید با نمازگزاران. این شرط نماز هست. دیگه بهانه اینی که تو خونه تو شهر ما مسجد نیست 10 نفرید 10 تا جمع باشید توی هر نمازی رو تو خونه یکی بخونید، 10 نفرید مبلغی بذارید یک خونه‌ای کرایه بکنید این بشه نماز خونه‌تون. اما اینی که ادعا بکنید آقا مسلمونیم هر کسی واسه خودش نماز بخونه، اینا همچین چیزی ما توی اسلام نداریم، خیالتم تخت باشه. دیگه نماز ببینید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اسلام بر 5 رکن، 5 اساسیات اسلام هست. اولیش چی هست؟ کلید دخولی اسلام، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این یه بار تو عمرت میگی مسلمون شدی. بعد از اون دومی رو بذاریم که نماز، سومی رو بذاریم بگی چی؟ آقا زکات. زکاتو کی میده؟ زکاتو اون کسی میده که توانمندی اقتصادی داره. اون کسی که مالش به حد نصاب زکات نرسیده زکات نداره اصلا. این رکن پس شامل اون نمیشه. روزه توانمندی داره. کسایی که باز روزه رو نمیتونن بگیرن بنا به بیماریایی هستن، نمیدونن فلان و علان که پزشکای متعهد تشخیص میدن یا خانم ها در موارد خاصشون خب روزه نمیگیرن یا کفاره میدن یا نمیدونم قرض میکنن. در حال روزه هم که رمضان هست، رمضان ماه رکن روزه هست، این هم توش تبصره میخوره. حج هم فقط برای کسایی هست که توانمندی لمن استطاع الیه سبیلا، توانمندی حجشو داره. اونایی که توانمندی جسمانی یا مادی ندارن حج اصلا ندارن. میمونه چی؟ نماز عزیز من فرق اسلام و کافر هست همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید. نماز کسی که خون مسلمونه، کسی که نخون مسلمون نیست. مسلمون نیست یعنی چی؟ یعنی تو قبرستان مسلمون ها دفن نمیشه، یعنی اینی که نمیتونه زن مسلمون بگیره، زنش اگر مسلمونه خودش نماز نمیخونه یا زنه نماز نمیخونه اصلا بینشون نکاحی وجود نداره. آقا علما چون این گفتن. عزیز من، علما گفتن یا نگفتن؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد فرق بین ما و اونا نمازه. فمن ترکها فقط کفر. فرق ما اون کافرها نمازه. کسی که نماز خون مسلمونه، کسی که نخون کافره. و اون رو اسم عمود دین هست. عمود و ستون دین رو وقتی که انداختی دین افتاد دیگه. حالا بیا مثلا روز قیامت میشه که من بیام روز قیامت بگم که خدایا من نماز نخوندم، اما چون که علما فلان گفتم، میگه علما رو حساب اونها با ما جداست، اونا رو حسابشون میرسیم. تو که نماز نخوندی دینت نداشتی دیگه، تموم شد رفت. خب پس نمیشه این رو بهانه کنیم. پیامبر واضح و روشن گفته. نماز رو بیام نگاه کنیم. حکایت نماز چیه؟ حکایت نماز با اذان شروع میشه. اشهد ان الله اکبر، عظمت الله متعال. بعد از اون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میای تو آغاز نماز. توی تحیات نماز اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در داخل نماز آغازش الله اکبر، هر حرکتش الله اکبر، عظمت الله متعال. بعدش بزرگترین سوره قرآن و عظیمترین سوره قرآن الفاتحه، الحمدلله رب العالمین، همش سخن از الله هست. رکوع میری سبحان ربی العظیم، سجده میکنی سبحان ربی الاعلا، عظمت الله متعال، جبروت الله متعال، یعنی شناخت تو، رابطه تو با الله متعال. یعنی خلاصه نماز از اذانش تا سلامش حکایت لا اله الا الله است، یعنی حکایت رکن اول توحید. پس نمازه که کل زندگی تو رو جهت‌دهی میکنه. قوم شعیب اومدن گفتن یا شعیب
قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما كان يعبد آباؤنا و ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ یعنی نمازت باعث میشه که ما اون چیزی که پدر مادرامون میگفتن، نیاکانمون میگفتن، فرهنگمون، میراث قومیمون، میراث فرهنگی خودمون رو ترک بکنیم و اقتصادمون، زندگیمون هم وفق معیارهای خودمون نباشه و خود بخوای. بله، نمازه که برای تو برنامه جدید زندگی میذاره، نمازه که تو رو از فحشا و منکرات دور میکنه، نمازه که تو رو از تمام جاهلیت ها و رسوبات جاهلی که از نیاکانت به ارث بردی، به اسمش فرهنگ گذاشتی، دورت میکنه. میگه عقل تو به کار بگیر. حماقتی که از گذشته ها اومده دیگه تقدس پیدا نمیکنه که آقا میراث نیاکان ما هست. با عقلت، با منطقت، با دینت، با مرامت میسازه یا نمیسازه؟ نمیسازه، بندازیش دور. کار جاهلیتی هست. پدرانتون او کان اباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پدراشون نمیفهمیدن، احمق بودن. اون وقت چی؟ با حماقت اونا رو میرفتی؟ عقلت رو به کار بگیر عزیز من. چیزی فقط به خاطر اینکه چون که پدران میکردن ما هم باید بکنیم، این حماقت دیگه. بعدش چی؟ اینی که نمازت برنامه زندگی، نمازه که تو رو از گران فروشی، از احتکار، از رباخوری، از همه به اصطلاح ظلم و ستم اقتصادی که روی جامعه هست، از این نجات میده. پس نماز عزیزان من، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این دنیا میرفتن در شدت بیماری و سکرات موت و فشار تبشون بالا. در اینجا پیامبر رو میدونیم که دستشون رو میزدن توی آب، به صورتشون میماریدن از شدت تب و میگفتن الصلاة 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 الصلاة. نمازتون. پس مواظب باشیم 5 وقت نمازمون رو هیچ وقت قضاشو نکنیم و نماز هم جایش مسجد خونه نیست و نماز باید جماعت خونده بشه و کسی که نمازش رو میخونه، وضوش رو کامل میکنه، نمازش تو مساجد، همیشه در فکر نماز هست، زندگیش رو بر وفق حرکت نماز برنامه ریزی میکنه، فذلکم الرباط، اون مثل یک سرباز مجاهدی هست که داره از مرزهای اسلام دفاع میکنه، چون که نماز تو رو آماده میکنه، همیشه آماده هستی برای جهاد در راه الله و برای خدمت دین الله. پس هیچ وقت گول شیطان و شیطان نماها را نخون که نمازت رو رها بکنی و از جمله کافرها باشی. اونهایی که از بسلا تو جهنم هستن چه گفتن؟ لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخوندیم. جای بی نماز جهنم سوزان هست. خدا رحمتش کنه. بابا بزرگم همیشه که ما رو تشویق میکرد به نماز میگفت بی نماز بت پرست از دم سگ هم بدتر است. خدا رحمتش کنه پدر بزرگمون که چطور تونست محبت و عشق نماز رو تو قلبهامون بذاره. عشق و محبت نماز رو تو قلبهاتون و تو قلبهای فرزنداتون بکارید. دارها